حدیث متفقون علیه گفتگی برادران دو کتاب مشهور بزرگ اخوان امام بخاری امام مسلم هر دوش در کتابشون آوردن از نام جناب امام ابو هریره میگه جاء الرجل الى النبی صلی الله علیه و سلم میگه پیش پیامبر یه آدم اومد بعد چی گفت میگه از پیامبر پرسید ایو صدقتی اعظم اجرا حضرت همین صدقه بسیاره نیکی بزرگترینی پر ثوابش کامه پیامبر ما صلی الله علیه و سلم گفتن افضل صدقه ان تصدق و انت صحیح شحیح تخشى الفقر تأمل الغنا ببینید ولا تمهل حتی اذا بلغت الحلقوم قلت لفلان کذا و لفلان کذا الا وقد کان لفلان انا می متن پر حدیثه چیزی که من خواندم پیامبر چی گفت بچه‌م گفت بزرگترین صدقه همون صدقه است که وقتی که تو همه کلیدها و خزینه در دست ولی بینده در بالای پاتی همه در اختیاری خودت هست لیکن به هر حال با در مالت حریص هم هستی کم کمک ای خراجات هم میترسی ولی پیامبر میگه تو میگه بهترین صدقه هم صدقه ای که بطی دلت بسوزه بطی دلت بسوزه که چیزی زور های دست رفتگیه انا همون را میگه بطی ببینید انا بهترین میگه صدقه باز این من کسان اگر 1000 سامان داشته باشم اگر امیره 5 سوم شبتیم چشمونه میپره یکی اگر یک 200-300 چپرتم او یک علاقه یک تاثیر داره یک میگه یا بی قریب 30-40% رفت انا هم خیلی میگه صدقه کرد زیرا که صدقه یک چیزی است برادرو که ایره الله وعده کرده در عوضش با پولت میتونم ثوابت میتونم گناهات هم میبخشم انا گفت کدام بزرگ گو بزرگترین شمایی که وقتی که تو در بالای پاد باشی کلیده ها و گنجینه ها و همه بسیار از اینه کارت پاردای بلای بطر برومای همش در دستکی خود های کم کمک از کم بغل شیدن هم بترسی و در دوام حضرت چی گفت بعد گفت که ولا تمهل حتی اذا بلغت الحلقوم گفت وقت نگی که امروز بکنم پگاه بکنم روزی دیگه بکنم وقت نگی میگه که تا وقتی که جان به حلقت بیاید بعد در حلقت که اومدن بعد جوانمرد چه بگویه ایرا بگی فلانی را بته ایرا بگی فلانی را بته پیامبر گفت تو مردم بگی یای فلانی میشود تو مردم بگی دیگه تمام وقتی تو بوچید به تو هم یای فلانی میشود تا اگر فلانی را میدادی با بالای پاد بدن دا میدادی اینجا دیگه ناامیدی تو دیگه تو میدانی که راه نداری زین لحاظ برادر دویم چیزی را که حضرت گفت که یعنی بیهوده است همون است که مال داره و لیکن چی است سخی نیست احسان ندارد از صدقه کردن هم میترسد ولی من در کتاب ها خواندم کدام خانه دا میگه اگر مهمان نیامد کدام خانه دا که اگر ضیافت نباشد همون خانه میگه خودش با خلاصه بیا که همین خانه ما در غضب خدا است اگر خانه که غضب خدا نباشه رفت آمد بسیاره مهمان بسیاره پیامبر گرامی چی داشت برادرای عزیز مهمان قبول میکرد که حضرت عایشه مادر رو نگرد ما روزا فقط با دو چیز سپری میکنیم خرما و آب یک بار برادرای عزیز مهمانش آمد حضرت گفت حضرت من دور آمم میخوام مهمان چم پیامبر در حال یک نفر روان کرد گفت خانه ما یک بگرد گفت کدامش تیاره مهمان قبول کریده شاید او وقتا 3 خانش بود یا 4 خانش بود حضرت گشت همشه گشتن آمد گفت حضرت در یگان خانه مهمان قبول کردن نمیتونی هیچی نداری میگه در همونجا یک جوان مرد بود گفت که حضرت امکان نداره که مهمانی تر من مهمان دارم کنم گفت بسیار خوب میشه گفت بسیار خوب میشه زیرا مهمان احترام کردنش واجبه این مرد گرفت بردش برادر عزیز خانهش در آمد و مهمانش شیناند و بگهی شب بود گفت زنک مهمان پیامبر آمده است چی داری میگه زنش گریان شد گفت انا من
بسیار خرسند شدم که این مهمان پیامبر است، لیکن بجز یک مشتک همون نان و آبی که عراره کردن برای کودکا که الحال گریه دارن دیگر هیچ ندارم. گفت خیلی چی خیل کنیم؟ بسیار زنهای مؤمنه و مسلمان بودن برادر عزیز، ولی بسیاری مردکا را همه جوانمرد میکردگی با زنهای خوبم هست و بعضی مردکا را هم مانع صدقهشون زنکا هم بشود. این زنه گفت که مردک هیچ چی دقت نکن، حاضر گفت من تمام میبرم در پیشکش میمونم، همین برابری موندم طرف شام میرم، شام سوخته سای همین شام که من خاموش کردم و تو دستم تا دراز کردم بگی و نخور مهمان بخوره. مهمان میگه همون تمام که بدگی را خورد، مادر میگه کودکا را گیری به یک راه میگه خوابون چونو، سحر میگه دستی مهمان را گرفت مسجد را. میگه وقتی پیامبر سلام داد نماز بود کرد گشت، میگه طرف همون مرده که جوانمرد نگاه کرد انا تبسم کرد، میگه حتی دندانهاش جلا داد. گفت چه عجیب کار کردی که چه مهمانداری کردی که خدا را خوش آمد. حتی جبرائیل آورد از نام پروردگار که بسیار یک مهمان نوازی زیبایی کردن، یعنی بین چه نقش عجیب بازیدن. زین لحاظ بین به همون قدر هم برادرای عزیز اونا دستی سخی داشتن، دستی سخاوت داشتن. سه برادر که من سخنی دراز دارم، یکم چی بود؟ کسی علم دارد عمل ندارد علمش بیهوده است. دوم مال دارد و سخاوت ندارد احسان ندارد مالش بیهوده است. سیوم کسی تقوا داره و تقواش در ظاهر شد، در ظاهرش میبینه مقصد همه خشروه، یک سلعک زیبا، ریشک زیبا، سر لباس ها همه خشرو خواب میبینی. در ظاهر بهت خوبه یکون چیزک پیش بیارن میپرسه یکی حلال حرام مقصد ای کجا چیه، لیکن در درون نداره همون تقوا را، فقط در ظاهر شد، ظاهرش در چمی خیلی نشون میده، ولی در خلوت در درون برادر عزیز او ظاهرش قطعی موافق نیست. خیلی که حضرت صوفی علیه را خدا رحمت کنه میگه دست در صبح زبان در یاد، دل در انجام دنیاوی فریاد. دستکش در تسبیح الله اکبر الله اکبر، ممکن بالاکوی با هم تسبیح دگان او چشم شب چیگه، یکی میگه در درون فریاد دنیا های اینجا فقط در زبان شه میگه. ظاهرا خود حرقه پوشی ها، باطنا خود مکر و فریبی ها. این چی طاعت چی اقتدا باشد، مردنت به که زندگی باشد. مقصد از همین چیزها مردن بهتر که تو مقصد به این شکل ظاهر تقوا دارد باطنت نه. چهارم چیز برادر عزیز این عزیز خدا بیان کردن، گفتن عمری که در داخلش عبادت نداره، این عمر بیهوده. با 50 رسیدی، با 60 رسیدی برادر علی ما داریم که ممکن در منطقه شما باشد نفرهای داریم که در 50 و 60 رسیده لیکن پیشونیشون سجده را ندیده. برادر عزیز و گرامی به خود بیا، به خدا قسم هر یک زمان پیک اجل تو را تهدید کشیده، هر یک زمان عمری که در او عبادت نیست. بین همین صوفی علیه عجیب زیبا گپ داره، میگه عمر اگر نگذرد به حق جویی، عمری که در او حقیقت جویی نباشد عبادت نباشد شرم نکرده عمر هم گویی. عمر اگر نگذرد در رای مولا، عمری هر گاو خر از او بالا. عمری که اگر اون نداشته باشد عبادت پس از یک عمری خر گاو بالاتر. چهار چیزا از ذهن تو نبرارین. علمی که عمل نباشد بیهوده است، مالی که سخاوت ندارد بیهوده است. برادر عزیز تقوایی که ظاهرش ده هست باطنش ده نیست، این تقوا هم بیهوده است. عمری که برادرای عزیز در داخلش عبادت ندارد، این عمرم عمری بیهوده است. الله همه تا نگهبان، خدای مهربان خیر دنیا آخرت کنه. برادر ما اصل‌الدین بازم خیر احسانش قبول و آن پاداش اجرهایی را که در عوض این خیر هست
خدا در نامه اعمالش نویسانده و همه شما را خداوند کار را خونده برای برکت